در کانادا تقریبا در ظرف 4 ماه 6 رفیق جوان افغان در شهر خود ما کشتن. او چیزا افغانا بود یا خارجی ها؟ سیاه‌پوستا میزنن افغانا رو میکشن، افغانا او رو میکشن. این گپا زیاد است. یعنی درگیری هم در کشورهای خارجی اروپایی هم هست. در ظرف 4 ماه 6 دوست افغان ما کشتن در او کشور کانادا. لیکن او هم در یک شهر الان دیگه چیز تقریبا 3 روز پیش یک جوان یک هفته گم شده بود، افغان بود، مردش از دریا یافتن. در اونجا کدوم کشته بودش، در دریا انداخته بودش. پرسان هم نمیکنه. پرسان هم نمیکنه. پلیس مثلا برادرم که کشتن قاتلش پلیس نگرفته بود، خودمون نفرا گرفته بود، تسلیم پلیس کرده بود و قیدش میبره 3 سال بعد کشتن. وقتی که کلش پروف، کل چاقو ماقو کل چیز دیدن دستش، فینگرپرینت کل چیزش مچ کرد، قیدش میبره صرف 1 سال 3 سال. اینی خرابی خود دار دل پدر و مادر آدم در میگیره اونجا. طفلت از دست میتی، خانمت از دست میتی، کل چیز زندگی گدوات میشه. صرف پول معنا نمیباشه در زندگی. یگان تا صرف با پول میگه پول. اون کشورها که بری فکر پول میره، فکر اولاد فامیل چه قسم نگاهشون کنی بسیار سخته. حال تصمیم دارید دوباره بری یا باشی در کابل؟ من خب بخیر اینجا اومدم 1 سال پیش ازدواج کردم افغانستان. مبارک باشه. اینا بخیر پس که خانم میرم، لیکن پلان ما است که در اون کشور نمیخوایم طفلان بزرگ شوه. پس دوباره کابل می امکان داشته باشه افغانستان میرم.